يا معبود متى يعود مهدينا، يا معبود متى يعود مهدينا، اي نطرنا على الآه تدرينا، يا معبود متى يعود مهدينا. مسئله ازدواج جوان هاست، پسر و دختر، به مؤمنین مؤمنات جوان ها. نمیدونم آدم که تو هر شهری هزارها و ده ها هزار، تو کشور میلیون ها جوان ها چرا بی زنن؟ دخترها چرا بی شوهرن؟ چرا یه عده میمونن تا سالهای بالا؟ دختر و پسر ازدواج نمیتونن بکنن. این سفارش مکرر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله. سعی کنیم مسئله مفصلیه، مشکل یک چیزه و اون اینه هر پسری دلش میخواد ازدواج کنه، هر دختری دلش میخواد ازدواج کنه، هر پدر و مادری میخواد پسرش دخترش زودتر ازدواج کنن، سعادتمند باشن، به قول معروف تو خونه بخت برن میخوان. اما یه مشکله، همونی که قرآن اسمشو اسر و اغلال گذاشته. بوجودك طاب السهر هالليلة وسهرنا.